اینجاست که خداوند رب العزت و الجلال فریاد میزنه لمن الملک اليوم، امروز فرمان روایی از آن کیست؟ جواب نمیدن. جواب نمیدن. این عربده هایی که میکشن امروز در روی زمین جواب نیست. رنجور ایستادن، غبار شرم و حیا بر صورتشون و چهرهشونه. دوباره خداوند فریاد میزنه، صدا میزنه لمن الملک اليوم، امروز فرمان روایی از آن کیست؟ جواب نمیدن. لمن الملک اليوم، جواب نمیدن. اینجاست که خداوند بزرگ عظیم در اوج کبریا و عظمت و بزرگیش خودش جواب خودش میده، میگه لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. امروز فرمان روایی مطلق از آن واحد قهاره که هر بزرگنمایی در دنیا مقهورش میکنه اینجا. سبحان الله.